سلام رفقا، حالتون چطوره؟ این ویدیو توسط دوربین مداربسته بالای تخت خواب یک نوزاد کوچولو ضبط شده و ببینید که چه صحنه‌هایی رو ضبط میکنه. و به جرئت میتونم بگم این ترسناک ترین ویدیویی بوده که من به عمرم تا حالا دیدم. صدای پا بسته شدن در و حتی اون سایه سیاه رنگی که بالا سر بچه از اون عروسکه رو میندازه به شدت طبیعیه و حتی اگر هم بگیم که ساختگی باشه واقعا دم سازندش گرم، چون که فوق‌العاده جذاب و زیبا بود. نکته که این ویدیو داشتش این بودش که با صدای بسته شدن در نه تنها نوزاد بیدار نشد بلکه پدر مادرش هم بیدار نشدن، که حالا میتونیم بگیم که حالا مثلا اوکیه و بگیم خوابشون سنگین بوده و اینا. واقعا ویدیو جذابی بود. نظرتون رو تو کامنت ها بگید، به نظر شما ویدیو واقعی بود یا نه. این ویدیو توسط بلاگر برزیلی ضبط شده که داره هدیه هایی که بچهای کوچیکش به مناسبت روز مادر بهش دادن رو نشون میده. چیز داره خوب پیش میره تا جایی که نوبت میرسه به هدیه‌ای که پسر کوچولوش بهش داده که یه آینه است، از این آینه های کوچولویی که همراهشون میبرن و آرایش میکنن اینا. حتی خود این زنه هم خانوم هیچی متوجه نمیشه و شاید شما هم در نگاه اول هیچی نفهمید، ولی خب میتونه یکی از ترسناک ترین ویدیوهایی باشه که توی اینترنت میشه پیداش کرد. Gente, eu vou comer com vocês o melhor brigadeiro da vida, que é da doceria da Lulu. E olha que bonitinho que eu ganhei no Dia das Mães, atrasado, mas ela me deu. É um espelhinho de bom, deixa eu abrir e mostrar. Olha, que lindo. Deixa eu abrir. Ai, meu Deus. Amei. E agora vamos provar. Eu sou, tipo assim, شما هم دیدیدش؟ چیزی که تصویر داره به ما نشون میده اینه که یک روح مانند جن مانند روبروی این خانم وایستاده، ولی خب با چشم انسان ها نمیشه دیدش و از طریق آینه میتونیم تصویرش رو ببینیم و این ویدیو خیلی تو اینستاگرام وایرال میشه، مردم مثلا خیلی دست به دستش میکنن و خود این خانومه بعد چند روز میبینه که ویدیوش به خاطر این حاشیه که یه همچین چیزی یه جنی توی آینه بوده پشماش میریزه و دیگه چه حرف میتونیم بزنیم برای گفتن. ساختگی که فکر نمی‌کنم بتونه باشه، چون ساختن یه همچین چیزی غیر ممکن میتونیم بگیم باشه و این بلاگر اصلا خودش هم هیچ ریاکشنی نداشت و به نظرم نمیاد که قصدی داشته باشه که بخواد یه همچین ویدیویی بسازه. ولی خب یعنی چی بودش؟ یوتیوبر تایلندی کارش این بوده که یک دوربین رو میذاشته روی کاپوت ماشین، از داخل میذاشتن یا چه جوریه، ولی خب از مسیر رانندگی فیلم برداری میکنه و توی خیابونها و مناظر مختلف تایلند رانندگی میکنه و اونو به اشتراک میذاره و بازخورد خیلی خوبی هم داره. ولی خب یک بار توی یکی از ویدیوهاش که نصف شبی داشتش از یه جاده رد میشدش یه چیزی میبینه که بریم با هم ببینیم.
اگه دقت بکنید این زنه اصلا از قبل اونجا نبود و مثلا اینجوری نبود که بخواد قدم بزنه، یهو ظاهر شد وسط خیابون و این مردم متوجه شد و پشمش ریختش که این دیگه چه کوفتی بودش. حالا اینجا دو تا حالت داره، یا این که بخوایم به مسائل ماورایی ربطش بدیم که مثلا یه روحی جن چیزی بوده. گزینه دوم اینه که بگیم این یه آدم بوده که داشته رد میشده، ولی خب اون لباسهاش و اون سرباز نصف شبی اونم وسط جاده‌ای که معمولا جاده ها بیرون مثلا شهرن، خب نمیتونه منطقی باشه قاعدتاً. و دیگه من نمیدونم، نظری ندارم، تو نظرتو بگو چی هستن. ویدیو بعدی تصویری دوربین مداربسته توی لابی یه هتله که کارمندای هتل رو شگفت زده میکنه. نظرتون چی میتونه باشه؟ یه روح که داره توی لابی هتل قدم میزنه، یه جا میاد میشینه رو صندلی، یا یه افکت؟ من نمیدونم، نظر اصلی شما میگید. توی شبکه خبری آرژانتین وقتی داشتن وضعیت آب و هوا رو اعلام میکردن و در کنارش تصویر زنده یه دوربین مداربسته توی منطقه رو نشون میدادن، بچه از اون تصویر زنده اون وسط رد میشه و میره. خب مشکلش چیه؟ Por eso es el día quizás de estos próximos días, porque se viene la humedad y ahora sí, la esperada lluvia en la zona central, que están esperándola muchísimo, asociado con las perturbaciones de mal tiempo, va a realzar todo esto. بله درسته، این بچه اصلا پا نداره. این ویدیو بعدش به شدت توی شبکه‌های اجتماعی وایرال شدش و مردم نظرات خیلی مختلفی در موردش میدادن که اون چی میتونه باشه. انقدری این قضیه گسترده و بزرگ شد که مجری همون برنامه میاد میگه که من نمیدونم، هیچ نظری ندارم که این چه کوفتیه. یه خانومی که داشته از آپارتمان جدیدش رو نمایی میکرده و چند تا دوستاش هم آورده بوده که بهشون نشون بده آپارتمانش چه شکلیه و از حیث نظری این آپارتمان بزرگ و لوکسی هم هستش. ولی خب اینجا قرار نیست همه چیز عادی پیش بره. Yeah, that would help me actually. Yeah. Is that closet? That's washer dryer hookups. Yeah. Cool. Oh, sorry I kicked you. You like there's a person in there. There's a person in here? Hello? I'm so sorry about that. این ویدیو کپشن خاصی نداشتش و منم هیچ ایده‌ای ندارم که بعدش چه اتفاقی افتاد. این خانوم وقتی در کمد باز میکنه یه نفر توی کمد میبینه و بعدش میاد به ما که یه نفر اونجاست یه نفر اونجاست، میرن خونه خارج میشن میرن بیرون
بدون این که اصلا اون 2 نفر دیگه هم هیچ ریاکشنی نداشتن. یه نفر دیگه اونجاست، باشه بریم بیرون. و من حقیقتا نفهمیدم داستان چیه، چرا مثلا اینجوری شد، چرا خب الان یه نفر شاید دزد اومده تو خونه رفته قایم شد تو چیه؟ خوشحال میشم حتما نظراتتون رو تو کامنت ها برام بگید. ولی هنوز ویدیو تموم نشده. توی ویدیو بعدی یه خانومی که با سگش رفته بودن بیرون، البته بیرون هم نبوده، انگار تو بالکنی خونه تراس و اینجا چیزا بوده، حالا کاری نه. از این صندلیه که اینجا عقب جلو میرن این مدلیا، اسمشون رو نمیدونم، یه دونه از اونا داشتن که این داشت خودش تکون میخورده و خب میتونیم بگیم که اینا میتونستن بسازن، ولی واکنش سگ رو نمیتونیم بگذاریم. Look, you guys, it rocks, but then it stops on its own when I come outside. Let's see if I could get it on camera. There's like no wind. That's I know, Blue, someone's there, huh? I know it, I know. I don't know why it does that. It does it every time, you guys. This is the 3rd time. I can't believe I caught it on camera. Sick on Blue. Creepy, right? Katie, I guess I do have a ghost, bitch. Get him, Blue. دوستان ممنونم که این ویدیو رو تا آخر با ما تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. در مورد هر کدوم از این ویدیوها اگر نظری دارید حتما تو کامنت ها بهم بگید. همه کامنت ها رو میخونم. من زیادم کامنت ندارم، همینجوری بیاد نمیدونی چی میگم. و خب دم تک تکتون گرم. دیگه حرفی ندارم برای گفتن دیگه. حقیقتش بقیه یوتیوبرها ویدیوهاشون چجوری تموم میکنن، الان چی بگم مثلا قشنگ باشه. خداحافظ.